چون سلام، صبحتون بخیر. امروز اومدم با یه ولاگ آشپزی و اینکه قراره من شین زبان درست کنم. اولین بارم گفتم یه ولاگ بگیرم. حالا چه خوب شد چه بد شد برو خودتون نگیرید. بریم با البته یه کافی اولش بزنیم بعدا. برو بریم. نیاز داریم یه دونه خمیر هزالاه که راحت میشه پیدا کرد، زعفرون، عسل، همین تمام. خب خمیر رو باز کنید اینجا قشنگ و پهنش کنید. یکم حوصله میخواد بازم کردنی. اگه قالب چیز دارید، قالب شیرینی زبان دارید که بهتر، اگه نه که باید اینجا مهندسی خرج بدید و خودتون نصف کنید. اینجا باید چه کلمه‌ای میخوام درست کنم و من خیلی وقت شیرینی زبان نخوردم. اینجا هم که ندارم مجبوری دست به کارایی بزنی که تا نزدی. من اینجا کلا ایران که بودم هیچ وقت آشپزی نمی‌کردم. کلا همه چی مامانم بود. ولی وقتی که مهاجرت کردم کدبانو شدم واسه خودم. یعنی فکر کنم مامانم اگه منو ببینه باورش نمیشه که من این کارا رو میکنم. خب حالا اینو که اینجوری برش زدیم، یه برش دیگه هم از اینجا میزنیم چون قراره بیاد روی هم. اینجوری حالا چیکار میکنیم؟ چاقو رو میزنیم کنار، تو این ظرف عسل میریزیم. عسل خیلی خوشمزه میشه و مقداری زعفرون. چی میگم بهش کام خیلی داغه، کام میسوزم، خیلی شیک میسوزم. دستم گرفتم که بتونم بلندش کنم اگه بشه. A few moments later. خب بله مواظب باشید که نریزه. خب حالا چیکار میکنیم؟ اینا رو هم میزنیم. اوکی حالا چیکار میکنیم؟ اینو میزنیم رو این به این صورت. زیاد اگه بخوایم شیرین بشه میتونید عسلش رو حالا همه چیش رو خودتون کنترل کنید. حالا چیکار میکنیم؟ این لایه بالایه رو میگیریم میذاریم رو این اینجوری قشنگ میذاریم روش. این همینطور میره رو هم. من کلا کارای میگم قبلا علاقه این نداشتم ولی الان خیلی دوست دارم، یعنی چیزای جدید رو امتحان کنم. خب فرو میاریم توش هم کاغذ روغنی گذاشتم که حالا دیگه برشین گفتن نشسته دیگه. اینو برمیداریم میذاریم اینجا.
اینجوری. خب حالا چیکار میکنیم؟ یک بار دیگه عسل نمک با این چاقو یک کوچولو روی اینجوری حالا کنجه رو می‌ریزیم. کنجه این یکی زیاد شد. اوکی. دست خودم نیست. عاشق شیرینی. بعد میزنیم تو فر. تموم شد رفت. همین. این از شیرین زبونمون. حالا ببینیم چه شکلی میشه اصلا. حالا میزنیم تو فر. هواش هم که میذاریم روی 180 بالا تا پایین. شیرینیمون که باشه تو فر آماده شد. من برم روی میز رو کم تمیز کنم. بعد که آماده شد میایم که تستش کنیم. بوفش رو ببینید. تست میکنم شیرینی زبون توپل میشه. روش هم دوباره باید عسل بزنم ولی دوستش دارم. من بین کنجکاوا نشستم دم فر لحظه به لحظهش رو نگاه میکنم. اینا خانم چه کرده؟ یه شیرینی فروشی رو اینجا باز کنم. به مخ کار رو ببینید. به چی شد؟ حتما درست کنید. و اینکه این هم منم جدا گذاشتم که قشنگ سرد شه، خمیری نشه. ترد و خوشمزه. الانم یکم دیگه دوباره روش عسل میخوام بزنم ولی این سری عسلش رو غلیظ‌تر بزنید. حالا فوق‌العاده است. فوق‌العاده. باز یکم باید حس میکنم غلیظ‌تر باشه. یعنی از بیرون دیگه نخرید. یعنی حس میکنم از بیرونم حتی خوشمزه تر شده. این عسلم بستگی به خودتون داره ها. من میگم دوست دارم شیرین باشه. البته بیرونم میگیرید عسلیه. با خامم خوشمزه است چون من دیدم با خامم میزنم. لابلاش خامه میزنم ولی خب من اینجوری دوست دارم. صداشو فقط بشنوید. تمام. اینم از شیرینی زبونمون. عالی شد. حتما امتحان کنید چون پشیمون نمیشید. از آخر ولاگ شیرینی پزیمون امیدوارم که خوشتون اومده باشه. ممنون میشم که حمایت کنید، سابسکرایب کنید، لایک کنید و اینکه نظراتتون رو کامنت کنید. خیلی واسم مهمه. تا ویدیو بعدی فعلا.